اگر میخوای از شر چشم مردم در امان باشی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. به نام خدای نور و آگاهی. سلام به همه عزیزان. آیا تا حالا شده با خودت بگی چرا بعد از اون تعریف و تمجیدها ناگهان حال دلم خراب شد؟ چرا یهو همه چی به هم ریخت؟ چرا چشم به هم زدم و دیدم نعمتام از بین رفته؟ شاید تو هم درگیر چشم زخم شده باشی. چشم زخم چشمی نامرئیه، اما عمیقه. زخمی که نه با چاقو، نه با زبان، بلکه با نگاه زده میشه. نگاهی که گاهی از روی حسادته، گاهی از روی تعجب و گاهی هم از سر محبت بیش از حد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند چشم زخم حقیقت دارد و اگر چیزی میتوانست در قضا و قدر پیشی بگیرد، آن چشم زخم بود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌نویسند چشم زخم اثر واقعی داره و فقط توهم یا خرافات نیست. هم قرآن به اون اشاره کرده، هم سنت اهل بیت اون رو تایید میکنه. یکی از صریح‌ترین اشاره ها به چشم زخم در قرآن سوره قلم آیه 51. خداوند میفرمایند و نزدیک بود کافران وقتی قرآن را میشنیدند با نگاه‌هایشان تو را از پا درآورند. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میگه مقصود چشم زدن است که خود نوعی از تأثیرات نفسانیه و دلیل عقلی بر نفی اون نداری، بلکه حوادثی دیده شده که با چشم زدن منطبق است. در شأن نزول این آیه داستانی هست که براتون تعریف میکنم. کوته نظران قریش جمعی را که به حسد و بدچشمی شهرت داشتند اختیار کردند تا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ضربه بزنند. بدچشمی این جماعت به گونه‌ای بود که اگر یکی از آنها حیوانی را میدید و میگفت چه نیکوست و تا به حال نظیر آن را ندیدم، فوراً حیوان میافتاد. اگر ایشان اراده کشتن کسی را داشتند 3 روز چیزی نمیخوردند و بعد از آن به او نظر میانداختند و بر اثر چشم زخم در جا میافتاد و میمرد. این گروه به اصرار قریش به درب مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و در حالی که آن حضرت در مسجد نشسته بود و قرآن می‌خواند، این جماعت بیرون مسجد ایستادند، در حالی که به پیامبر می‌نگریستند. می‌گفتند چه با فصاحت و بلاغت سخن می‌راند و چه زیبا و خوش سیرت است. هرگز مانند او را در فصاحت و زیبایی کلام و چهره ندیدم. در این حال جبرئیل بر پیامبر نازل شد و آیه ان یکاد رو بر پیامبر نازل فرمود. حضرت آن را خواند و از خطر محفوظ ماند. حتی امروز بعضی پزشکان انرژی چشم و تأثیر روانی نگاه حسود رو تایید می‌کنند. امواج مغزی اثرات پنهانی داره. نگاهی که از دل آلوده میاد زخمش پنهانه ولی واقعی. آیه دیگه در قرآن به چشم زخم اشاره میکنه. آیه 67 سوره یوسف. در قسمتی از ترجمه این آیه میفرمایند و گفت ای پسران من، همه از یک دروازه به شهر در نیایید، بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید. داستان برمیگرده به اون زمانی که برادران یوسف پس از جلب موافقت پدر، برادر کوچکشون بنیامین رو همراه با خودشون بردن برای دومین بار به مصر. در اینجا پدر نصیحت و سفارشی به اونا کرد که گفت فرزندانم، شما از یک دروازه وارد نشین، بلکه از دروازه های مختلف شهر وارد شین. مفسرین معتقدند علت این دستور این بوده که برادران یوسف هم از نظر جمال و زیبایی برخوردار بودند و هم قامت‌های رشیدی داشتند. پدر نگران بود که مورد چشم زخم واقع بشن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان در ذیل آیه 5 سوره فلق و من شر حاسد اذا حسد می نویسند بعضی از مفسرین گفتند این آیه شامل چشم زدن افراد شورچشم میشه، چون چشم زدن ناشی از نوعی حسد درونیه. شخص حسود وقتی چیزی رو میبینه که در نظرش بسیار شگفت‌آور و زیباست،
حسدش تحریک میشه، با نگاه زهر خودش رو میریزه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده چشم زخم انسان صحیح و سالم رو داخل قبر میکنه و شتر رو به دیگ میفرسته. و در حدیث دیگه ای اومده روز جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شدند و حضرت رو غمگین و اندوهناک مشاهده کردند. وقتی علت رو پرسیدن، پیامبر فرمودند ناراحتیم به خاطر آن است که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام را چشم زدند. جبرئیل علیه السلام فرمود ای محمد، چشم زخم واقعیت دارد، پس آن دو را با این جملات تعویض فرما. نکته عجیبتر این که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر قبرستان ها شکافته شوند و حقایق آشکار شود، مشاهده میکنید که اکثر مردگان با چشم زخم از دنیا رفتند، چرا که چشم زخم واقعیت دارد. حالا چطور از چشم زخم در امان بمونیم؟ اصلی ترین راهکار برای پیشگیری از چشم زخم اینه که تا جایی که امکان داره و ضرورتی نداره از به نمایش گذاشتن و تعریف کردن از نعمت‌هایی که خدا بهمون داده خودداری کنیم که دچار حسادت و چشم زخم نشیم. حالا بریم سراغ یک سری از آیات و روایات که من عرض می‌کنم خدمتتون. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه از چشم زخم ترسیدید بگویید ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، چون این ذکر چشم زخم رو دفع میکنه. پیامبر فرمودند برای دفع چشم زخم سوره های فلق و ناس رو زیاد بخونید، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. و دعایی که پیامبر برای حفاظت از امام حسن و امام حسین از چشم زخم توصیه کردن معنیش میشه این: خدایا ای صاحب سلطنت بزرگ و احسان دیرینه و ذات کریم، ای دارنده کلمات کامل و دعاهای مستجاب، فلانی و فلانی را از نفسهای جن و چشمهای انس سلامت و کامل ببخش. این دعایی هستش که برای حسنین خوانده شده و اصحاب خودشون فرمودن زنها و اولاد خودتون رو با این کلمات پناه دهید. در روایت اومده هر کسی آیت الکرسی رو بعد از نماز بخونه در امان خواهد بود از چشم زخم و وسوسه ها و بلاهای پنهان. امام رضا علیه السلام به مردی که از چشم زخم پرسیده بودند فرمودند چشم زخم حق است، اگر چشم خوردی دستهایت را مقابل صورتت بگیر، سوره های حمد، توحید و معوذتین را بخوان و دستت را به صورتت بکش که این کار به اذن خدا نافع است. و در روایت دیگری می‌فرمایند برای رفع چشم زخم سوره حمد، قل هو الله، معوذتین و همچنین آیت الکرسی را بنویسید و در میان آن چه ترس چشم زدن آن را دارید بگذارید. دعای حرز امام جواد هم خیلی توصیه شده که یکی از مهمترین اثرات این حرز برای دفع چشم زخم است. معنیشو میخونم براتون: ای نور و ای دلیل روشن و ای آشکار کننده، ای نور بخش، پروردگارا کفایتم کن از شرور و آفات روزگار و از تو خواهم رهایی را در روزی که دمیده شود در سور. دعای امام سجاد علیه السلام هم من در دیسکریپشن براتون میذارم. دعایی هست که خیلی توصیه شده و خیلی نتیجه بخش بوده. یک سری خرافات هم در این باره داریم که باید شفاف سازی بشه، چون هیچ مدرک مستند و دلیل معتبری براش که مورد تایید عقل و وجدان باشه نیست، مثل دود کردن اسفند، آویزان کردن اسفندهای پیوسته به هم دیگه، گذاشتن نمک در اتومبیل و ساختمان ها که مثلا شوری چشم رو از بین ببره، شکستن تخم مرغ و نام بردن افرادی که احتمال میدن چشم زده باشن، یا گذاشتن تخم مرغ زیر چرخ اتومبیل برای رفع چشم زخم. این امور ساختگی اثری در دفع چشم زخم نداشته هیچ وقت و گاهن فقط باعث سوء تفاهم و تهمت زدن به دیگران شده. اینم بگم که افراد کمی وجود دارن که شور چشمند و نباید به بهانه واقعیت داشتن چشم زخم دیگران رو متهم کنیم و زندگی رو برای خودمون و دیگران سخت کنیم.
چشم زخم واقعیه، هم علم تاییدش کرده، هم دین، هم تجربه زندگی به ما نشون داده. ولی همیشه یادت باشه وقتی توکل کنی به خدا و در راه باشی، وقتی اهل قرآن و ذکر باشی، هیچ چشمی، هیچ حسدی و هیچ نگاهی نمیتونه به تو آسیب برسونه، چرا که خداوند میفرمایند بهترین حافظ خداست. خدا را شکر که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما با نظرات قشنگتون ما رو راهنمایی کنید و اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما برای دیگران بفرستید تا قدمی در مسیر نور و آگاهی بردارید. در پناه خدا باشید.